اولین دوره مربیگری اسکیت روی یخ در ایران با حضور مربیانی از سراسر کشور در تهران برگزار شد. اسکیت روی یخ ورزشی نوپا در کشوره که راه زیادی برای حرفه‌ای شدن داره. نایب قهرمان ماراتون پیشکسوتان کشورم، مدرس فدراسیون اسکیت از استان چهارمحال بختیاری، استان آذربایجان شرقی. 20 ساله دارم این ورزش رو انجام میدم. هنوز که نتونستیم دل بکنیم. یه تیم رولبال فدراسیون اسکیت از استان اصفهان. این رشته المپیک زمستانی هم هست، بتونیم افتخار آفرین باشیم و این ورزش تو کشورمون تداوم پیدا بکنه. 16 سال در رشته اسکیت اینلاین فعالیت دارم. واقعا رشته جذابیه. از دوم اردیبهشت این کلاس شروع شده. مدرس بین المللی رو از کشور ترکیه آقای آیتاچ رو ما دعوت کردیم. My name is Taylan Aytaç. آیتاچ الان یک هفته هستش که ایران این کلاس رو دارن برگزار میکنن. سطح اون چیزی که انتظار داشتن خیلی بیشتر بود، خیلی بالاتر بود. انتظار داشتن چون دفعه اول هستن و مطمئن هستن که این مربی‌ها پیشرفت خواهند کرد و به ورزش پایه‌مون کمک میکنن. برای این دوره یه چیزی حدود 72 نفر رو داشتیم که 50% خانم‌ها هستن، 50% آقایون که در سراسر کشور اینها برمیگردن به استان‌های خودشون. یه سری از لول‌های بالاتر هم یه سری اسلایدها رو بهمون آموزش دادن که خیلی کمکمون میکنه انشالله در آینده که ما بتونیم یه سری از شاگردا رو پرورش بدیم.